خشونت خانوادگی، فشارهای همه‌روزه خسرو و خوش‌دامن، جنگ و جنجال شوهر و ناامیدی از زندگی قهرمانی ما را به حالت بدی روانی آورد. او یگانه راه رهایی از این ورطه را تنها در خودکشی می‌دید. وقتی که من به خانه اونها کلین شده رفتم، پدر و مادرش، اپاهایش مرا خیلی هم بد می‌دیدن. خوش‌دامنم می‌خواست که شوهرم با دختر اپاش آیله دار شود، ولی با وجود این همه ما زندگی زیاد کردیم، صاحب 2 فرزند گشتیم. هر روز قریب در خانه جنگ و جنجال ها خیلی زیاد بودن. با بهانه های زیاد مرا سرزنش میکردن. شوهرم نیز هرچند به شوهرم میفهموندم که من گناهکار نیستم، ولی او مرا نمیفهمید. او مرا سرزنش های زیاد میکرد و جایی بود که مرا لط و کوب مینمود. و من به خلاصه اومدم که به خانه پدر و مادرم روم، ولی باز فکر کردم که با 2 فرزندم با اونها یک بار زیادتی میشوم و یگانه راه حل را در خودکشی میدیدم. همین طور هم کردم. قهرمان ما یگانه نفری نیست که به این کار دست زده است. موافق امور رسمی در جمهوری تاجیکستان همه سالا نزدیک 400 نفر به خودکشی دست میزنند که اکثریت آنها از 25 تا 45 ساله می باشند. این رقم در سطح جهانی به زیاده از 800,000 نفر می رسد. آمده است در گزارش سازمان ملل متحد. سبب‌های به خودکشی دست زدن آدمان هر گونه است. ابراز می‌دارد روانشناس. اصلا همون نفرانی دست به خودکشی میزنند که آنها در این دنیا یک ناامیدی به گرفتار شدند، یک معما به گرفتار شدند، یک مشکلی گرفتار شدند که خود حل همین معما، حل همین مشکلی را نمیبینند. مثلا بعضا در زندگی کسی به یگون مثلا معما گرفتار میشه، قرضدار میشود، یک مشکلی دیگری حیاتی است، مثلا اولیش ویران میشود. همین گونه آدما هم یگانه راه خلاصی را در خودکشی بینند. در مورد نفرانی که به ناامیدی گرفتار شدند و راه رهایی از آن را تنها در خودکشی می‌بینند، روانشناس چه توصیه می‌دهد؟ همه مسئله راه حل خود را دارد، فقط به طرز جهانبینی وسیع‌تر، با یک گفتم که است با یک مناسبت دیگر، با مشورت و مشورت با دیگران انسان باید راه حل را بجوید و وقتی که راه حل جسته شد، انسان از این گفتم ممکن است فکری منفی دست بکشد. من راه‌های گوناگون پسیخوتراپی موجود است که آدمی که میل به خودکشی داشته رو از این عقیده‌اش برگرداندن ممکن است. جامعه ما سنتی است و اکثریت مردم پیرو دین اسلام میباشند. هرچند که دین اسلام خودکشی را منع کرده است، ولی همانا این عامل در جامعه ما به نظر میرسد. وقتی که ما آیت 195 سوره بقره را مطالعه میکنیم و میخوانیم و معنای او را میفهمیم، میبینیم در آنجا خداوند امر کرده است که ای کسانی که ایمان دارید، ای کسانی که مؤمن و مسلمان هستید، نفس خود را، جان خود را با دستان خود به هلاکت ناندازید. این هم معنای آن را دارد که سوی قصد کردن به جان خود از عملهایی است که خداوند آن را نمی بخشد. زندگی این مبارزه است و شخصی که هرچه بروقتر آن را درک میکند خوشبخت میگردد. به مثل قهرمان ما که زندگی به او امکانیت دوباره داد تا خوشبخت باشد. در بیمارخانه من 5 روز بستری شدم و بعد از اون برخواستم و عقلم بر سرم زد که این عملم کاملا نادرست است و من نباید در زندگی به خاطر کسی یا اینکه به خاطر های مشکلی های زندگی من به خودکشی دست زنم. باز فکر کردم که اگر من این عمل را اجرا میکردم فرزندانم یتیم میماندن، اونها را کی نگاه بین میکرد و من شکر میگویم که زندگی به من باز یک امکانیت دیگری داد تا اینکه در حلقه فرزندانم باشم. همین طور من از آن عائله جدا شدم و امروز با 2 فرزندکم یک زندگی تنج، آرام، آسوده دارم.